خب برای اینکه بخوای از هوش مصنوعی قدرتمند گروک استفاده کنی و باهاش ویدیو سازی رایگان و بدون محدودیت انجام بدی، میای توی سایت grok.com. grok.com که بیای فقط کافیه با جیمیلت یه دونه اکانت بسازی اینجا و وی پی ان هم ترجیحاً روشن باشه. بعد از سمت چپ تو این قسمتایی که داره قسمت ایمیجین رو پیدا می‌کنی. روی ایمیجین که کلیک کنی هم میتونی ویدیوی بقیه کسایی که ویدیو ساختن رو تو این قسمت ببینی. حالا من یه خورده اینترنتم ضعیف، اینجا دیر لود میشه. اینجا ویدیوی بقیه کسایی که ساختن رو میتونی ببینی، حتی میتونی از ویدیوهای اونها استفاده کنی. یعنی مثلا ویدیو رو که روش کلیک کنی میتونی با همون تم سایت ویدیو سازی رو انجام بدی. حالا من یه خورده وی پی ان ام ضعیفه، این تیکر رو حالا میگذرونیم. اینجا ببین، اینجا پایین صفحه یه بخشی برات اومده که مربوط به ویدیو سازیه. شما از این قسمت میای این سنجاق رو میزنی، آپلود فایل رو میزنی و تصویرت رو اضافه میکنی، تصویری که میخوای ویدیو بشه. برای مثال من این تصویر رو میخوام به ویدیو تبدیل کنم. تصویرم رو لود کردم. تصویرتون رو که لود کنید به صورت پیش‌فرض خودش شروع میکنه اول یه ویدیو میسازه. یعنی بعد از اینکه لود شه ویدیو میسازه. من یه رفرش کردم اینترنتم رو و حالا وی پی ان رو تغییر دادم و الان اوکی شد. خب من تصویر رو بهش دادم. از همون قسمت که بهتون گفتم سنجاق رو میزنید، آپلود فایل، تصویر رو اضافه میکنید. تصویرتون رو که اضافه کردید توی وبسایت گروک، خودش شروع میکنه یه ویدیو براتون میسازه. یعنی هنوز پرامپت چیزی ندادید بهش، خودش شروع میکنه یه ویدیو میسازه. یه نکته اینجا بهتون بگم، ویدیوهاش عموما 4-5 ثانیه‌ایه، هر تعداد که بخواید میتونید ویدیو بسازید. لیپ سینک هم داره. یعنی چی؟ یعنی شما هر عبارتی رو به انگلیسی بهش بگید میتونه بگه، اما تو فارسی باگ داره. الان ببینید ویدیویی که خودش ساخته، حتی صدا هم روی ویدیو میذاره. یعنی ویدیویی که میسازه بدون صدا نیستش و صدا داره. این خیلی خوبه. این از این. حالا من میگم مثلا حرکت نرم دوربین دور سوژه. من همینجوری فقط دارم تست میکنم. شما اینجا دیگه هر پرامپتی که بخواید، هم میتونید پرامپت های جیسون، پرامپت کامل و دقیق بگیرید بعدش بنویسید، هم میتونید همینجوری پرامپت های جزئی بنویسید. فارسی و انگلیسیش هم خیلی تفاوتی نخواهد داشت. این از این نکته که خیلی راحت میتونید باش تصویر بسازید. اگرم نخواستید تصویر ورودی بهش بدید، میتونید فقط با متن ازش ویدیو بگیرید. یعنی هم تصویر به ویدیو داره، هم به متن به ویدیو داره. خوبیش هم اینه کاملا رایگانه، هیچ هزینه‌ای نداره، محدودیت هم نداره. ببین بهش گفتم دوربین دورش بچرخه، الان میبینید که دوربین داره دور سوژه میچرخه. اینم اعمال کرد. و نکته آخری که بخوام تو این آموزش بهتون بگم و به دردتون میخوره اینه که این هوش مصنوعی رو هم میتونید توی وبسایتش استفاده کنید، هم توی اپلیکیشن گراک که میتونید روی موبایلتون رو نصب کنید و به همین شکل روی موبایلتون هم این ویدیو سازی رو انجام بدید. امیدوارم دوست داشته باشید. خدا نگهدار.